خوشحالم در اولین ویدیوی آموزشی کانال سودیکو در خدمتتون هستم. ما در این کانال به دنبال یادگیری عمیق سرمایه‌گذاری هستیم. در همین خصوص با اولین و مهمترین سوال شروع می‌کنیم. چرا سرمایه‌گذاری اهمیت داره؟ شاید این جمله رو بارها شنیده باشید. پول باید برای شما کار کنه، نه اینکه شما برای پول کار کنید. اما چطور میتونیم این رو عملی کنیم؟ در ادامه آموزش‌ها بیشتر به این مبحث میپردازیم. امروز میخوایم در مورد دلایل اهمیت سرمایه‌گذاری صحبت کنیم. دلایلی که میتونه زندگی ما رو متحول کنه. سرمایه‌گذاری به دلایل مختلفی اهمیت داره. ما در اینجا به 5 مورد از اون میپردازیم. اولین دلیلی که سرمایه‌گذاری اهمیت داره، تأمین امنیت مالی در آینده است. یکی از بزرگترین نگرانی‌های ما تأمین مالی دوران بازنشستگیه. همه ما دوست داریم در دوران بازنشستگی زندگی عالی داشته باشیم و از زندگیمون لذت ببریم. اما با توجه به حقوقهای کمی که در این دوران در نظر گرفته شده، هیچ این اتفاق نمیفته مگر اینکه یک فکر اساسی بکنیم و یک سرمایه‌گذاری درست و اساسی در دوران جوانی داشته باشیم. پس با سرمایه‌گذاری درست میتونیم تقریبا مطمئن بشیم که آینده ما و خانواده‌مون از نظر مالی تامین میشه. دومین دلیل ایجاد درآمد غیرفعاله. تصور کنید حتی وقتی خوابم هستیم پول برای شما کار کنه. این همون جادوی سرمایه‌گذاریه که به شما اجازه میده بدون نیاز به کار اضافه درآمد ایجاد کنید. درآمد غیرفعال مثل سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا، رهن و اجاره ملک، حقوق مالکیت معنوی. وقتی مثلا کسی کتابی چاپ میکنه، تا زمانی که اون کتابش مردم خریدار باشن میتونه ازش پول به دست بیاره. بیمه عمر یا سرمایه‌گذاری در محصولات مشابه، ایجاد و فروش محصولات دیجیتال مثل کسایی که کار آنلاین دارن، مثل آنلاین شاپ ها. سومین دلیل مقابله با تورمه. هر روز که میگذره ارزش پول تو ایران کاهش پیدا میکنه. تورم دشمن شماره که پس اندازهای ما. با سرمایه‌گذاری میتونیم از قدرت خرید خودمون محافظت کنیم و ارزش پولمون رو حداقل حفظ کنیم. چهارمین دلیل دستیابی به اهداف بزرگه. اهدافی مثل خرید خونه، خرید ماشین، راه‌اندازی کسب و کار، رفاه بیشتر. همین اینا به نیاز به منابع مالی داره. سرمایه‌گذاری میتونه به شما کمک کنه تا به این اهداف برسید. پنجمین دلیل مدیریت ریسک‌های مالیه. زندگی پر از اتفاقات غیر منتظره است. اتفاقاتی مثل بیماری کرونا که باعث تعطیلی خیلی از کسب و کارها شد، افزایش قیمت‌ها، زلزله، اخراج از کار، قطعی اینترنت، میشه برای شغلایی که آنلاین هستن. سرمایه‌گذاری میتونه پشتیبانی قوی برای مقابله با چالش‌ها و ریسک‌های مالی باشه. پنجمین دلیل مدیریت ریسک‌های مالی. زندگی پر از اتفاقات غیر منتظره است. اتفاقاتی مثل بیماری کرونا که باعث تعطیلی خیلی از کسب و کارها شد، افزایش قیمت‌ها، زلزله، اخراج از کار، قطعی اینترنت، میشه برای شغلایی که به صورت آنلاین هستش، مثل آنلاین شاپ‌ها. سرمایه‌گذاری میتونه پشتیبانی قوی برای مقابله با چالش‌ها و ریسک‌های مالی باشه. اگه نمیدونید از کجا شروع کنید، هیچ اشکالی نداره. اولین قدمی که میتونید بردارین که دفترچه بردارین و به این سوال پاسخ بدین. هدف مالی من چیه؟ چرا میخوام سرمایه گذاری کنم؟ این کار شاید ساده به نظر برسه، اما نوشتن اهداف مسیر شما رو روشن میکنه و شما رو برای اقدام تشویق میکنه. اگر دوست دارید میتونید هدف مالیتون رو برای ما کامنت کنید. اگر این ویدیو برای شما مفید بود، لطفاً رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارین و نظراتتون برای ما بنویسین. منتظر دیدگاه و تجربیات شما هستیم. به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری انتخابه، اما انتخابی که میتونه زندگی شما رو تغییر بده. تا ویدیوی بعدی موفق باشید.